در طول 35 سالگی صاحب استقلالی دولت بیشتاسایی تاجیکان را ما امروز آمادگی دیده ایستادیم که ما به نزدیکی تجلیل باشگاه این جشن بزرگ دولتی اعتبار داده شده ایستاده است به ساختمان و استوار گرداندن پایه‌های صنعت، کشاورزی و دیگر بخش‌های اقتصاد. البته ما سالهای 90 عصر گذشته که اگر مقایسه کنیم رشد اقتصادی دولت ما نهایت پیشرفته ایستاده است، زیرا که اگر همون سالها به کارخانه‌های صنعتی که در دوره‌های شوروی عمل می‌کردند به نظر ما می‌نماید که کارخانه‌ها بزرگ بودند، کارگرای زیاد کار می‌کردند، لیکن مقدار کارمندای همون دوره‌ها نهایت کم بود. اگر همون دوره به حساب کنید اگر 35-40 هزار شخصان در کارگاه‌های صنعتی فعالیت می‌کردند. امروزها وقتی که در یک سال زیاده از 400 کارخانه صنعتی سال 2025 بیشتر از 400 کارخانه صنعتی بنیاد گردید. اگر در ولایت خودم ما گوییم هر تشریفی راهبر دولت به مردم آگاهی دارند که بسیار کارخانه های صنعتی یا افتتاح کرده می شود یا سنگ اساس برای بنیاد کارخانه های صنعتی گذرانده می شود. از سال 2019 سر کرده چنانه که من گفتم به مسئله بیشتر صنعتی کنانی کشور اعتبار داده ایستادند. این بسیار کار خوب است، زیرا که ما در همین دوره من در تنها نیم ساله اولی سال جاری حجم محصولات صنعتی ولایت ما بیشتر از 25 میلیارد سامانی محصولات صنعتی استحصال کرده شد. در ساحه کشاورزی نیز زمین هایی که به مردم دادند، زمین هایی که از طرف خواجگی‌های عمل کننده استفاده برده شده است، بیشتر از 3 میلیارد سامانی محصولات کشاورزی استحصال گردیده است که اکثر آنها باز در صنعت کارکرد کرده می شود. کارکرد اشیاء خام اعتبار جدی داده شده ایستاده است. این روزها راهبر عالی کشور دستور دادن ایستادند که محصولاتی که استحصال کرده می شود کارکرد آن در خود تاجیکستان می شود، زیرا که از نگاه مالیوی از نگاه اقتصادی اگر گیرید اگر وقتی که محصولات تا درجه به استعمال کنندگان رساندن آن مال و مواد کارکرد کرده در داخل دولت می شود، فایده آن به نفع این مردم گذاشته می شود. همین نقطه نظر گدی صاحب استقلالی کشور ما امکانیت فرا آورد که دولت ما به رشد همه ساحه‌های خواجگی خلق علل خصوص رشد صنعت کشاورزی اعتبار جدی آمده ایستاده است. همه این گواه آن می‌دهد که سیاست خردمندانه دوراندیشانه و آینده سازی راهبر دولت ما در بخش رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت و برنامه‌هایی که در این سمت قبول کرده شده ایستاده است عملی شده ایستادند.